بچه‌ها سلام. امروز من یک ساعتی که استراحت داشتم با شما حرف نزدم، لایو نذاشتم، رفتم خرید. نگاه کنید، یه هندوانه خریدم، یه دونه از این کاهو خریدم، یکی از این برنجم گرفتم چون دخترم این برنج بیشتر دوست داره تا اون برنج بسمتیو. بعد یه بسته اینم گرفتم که یه دونه بروکلی و یه دونه کلم توشه، یه بسته از این گوجه گیلاسی، یه بسته هم این، 2 بسته انگور، یکی سفید و یکی قرمز که واقعا من انگور اینجا رو خیلی دوست دارم، و یه دستم از این نون عربی، نون لواش عربی. بعد گوشت چرخ کرده که دیگه اونا دیگه باز نمیکنم. کل اینا رو من خریدم شده 23 یورو، یعنی 2 ساعت کار کردن منم نمیشه، 2 ساعت کار من هست 26 یورو. من اینا رو خریدم 23 یورو. واقعا نمیدونم چجوری بگم. من 3 سال نیم پیش اومده بودم این برنج خریده بودیم اینجا 14 یورو، ولی الان من امروز این برنج خریدم 10 یورو خوردی، نمیدونم 10 یورو 45 سنت 50 سنت همچی چیزی، 5 کیلو برنجو. همه چیز اینجا همون قیمت قبلی خودش، از همون قیمت 2 سال پیش، 3 سال نیم پیش که من اومدم، همون قیمته که یه ذره گران نشده. من هر وقت میشنوم گرانی اینجور چیزا رو خیلی ناراحت میشم، خیلی دیگه نمیدونم چی بخوام بگم، دیگه نگم هم بهتره. به داد خودتون برسید، واقعا به داد خودتون برسید، به داد عمرتون، به داد زندگیتون.